به این بازی ها بسیارش بعضی جهات ها مخصوصا برآوردگی هستند برای اینکه خاصتا مسلمان ها و اینچنین غیر مسلمان ها هم فرزنداشون خیلی بازی ها و آدم وابسته میکنن، بی همون بازی نمیتونن. برای چی این کارایی میکنن؟ برای اینکه اینا جاهل مانند، فرزندای خداشون خواند، فرزندای خداشون سیاستمدار شود، پولی دنیا در دست آنها باشد و دیگر مردم به همین خیل بازی و به همین خیل فیلم های و به همین خیل چیزا به نفس خودشان آواره باشن، نه از سیاست با خبر باشن، نه از اقتصاد با خبر باشن و دنیا رو آنها توانند که اداره کنن. فهمیدید؟ یک کودک 8 ساله چه خیل بازی که تربیت میاد، یک فرزند بفهم و ابلهی به معنا کلام میشه، از دست او دیگه هیچ نمیبیاد، بی عقل است. رفت و به دستش پول هم بیاد به دور تمام میشد، رفت و به دستش ملک بیادم از دست میدید، چون که بی عقل است، چون که بی فهم است. بنابراین این کارهای نکنید تان اصلا. و فرزنداتون هم نتیتان اگر بازی کند، بازی های جسمانی کند، مثلا آب بازی در بحر یا در حوض، آب بازی، اسب سواری، مشق جسمانی، دویدن، ورزش، اینا مایلی. لیکن در تلفن این عصبی کودک خراب میکند، چشمش خراب میکند. این تلفن، این کامپیوتر برای ضرورت، برای علم، برای چیزی که امروز در پیشش نیست، از همون چیز استفاده برد وقتی معین و اینم بسیار ضرر داره، فقط برای فایده، کارهای فایده ناک.